و تو ای علی سلام خدا بر تو باد. ای بنده خالق و رهبر خلق، ای دوستدار خدا و ای جانشین محمد و ای همسر و همدم و همدرد و هم قدم فاطمه و ای پدر حسنین و ای آموزگار زینب. ای که سکوتت همان فریاد انقلابی است. امت پیامبر از تو میخواهند تا دوباره دست به ذوالفقارت ببری و ریشه زر و زور و تزویر را که همان مذاهب سگانه‌ای هستند که بر دور باطل میچرخند را ریشه کن کنی و مجددا عدالتخواهان تاریخ را مسروع. ای علی، ای علی، ما همگان حب تو را داریم و بغض دشمنانت را در دل، ولیکن کاری کن که این پاسداری از اسم تو تبدیل به پاسداری از رسم تو شود. ای علی عزیزتر از جانم، ای علی عزیزتر از جانم، تو دو شمشیر داری. شمشیر نخستت که همان ذوالفقار است که باید به آن لقب کافرکش تاریخ را داد، و شمشیر دوم تو که از شمشیر نخستت قویتر و موثرتر و برنده تر است همان بیان توست که در نهج البلاغه حقانیت و اقتدار خویش را به رخ همگان کشید. میدانم که ترس و دغدغه تو از ابن ملجم مرادی نیست، بلکه از پیروان اوست که پیشانی داغ کرده و حق خلق را میخورند. پس ای علی با ذوالفقارت ریشه تحجر را بخشکان.